سلام بچه ها، وقتتون بخیر. افشین هستم. دوستانی که تو حوزه طراحی سایت کار میکنن، اگر حالا قصد مهاجرت به استرالیا رو دارید، یه نکته در نظر بگیرید که اینجا خیلی از بیزنس های کوچیک سعی میکنن که هزینه های طراحی سایت رو پایین نگه دارن و اکثرا وبسایت هاشون رو با صفحه سازهایی حالا مثل وردپرسی که روش المنتور نصب شده یا ویکس یا شاپیفای یا پلتفرمی مثل های لول طراحی میکنن که این پلتفرم های لول هستش و امکانات درگ اند دراپی رو به شما میده و شما میتونید به این شکل حالا کاملا گرافیکی وبسایتتون رو ادیت بکنید و دیگه مثل قدیم شاید زیاد نیاز نباشه که سمت برنامه نویسی و کد بیس بودن وبسایت برید، اگرچه که دونستن اونا خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که منطق رو بدونید، ولی این رو هم گفتم بهتون به اشتراک بذارم که صفحه سازها رو حتما یاد بگیرید.